من گردی پارک ترقی را به اسم مرکز هوسانه هرات نام گذاشته بودم. اینا راجی سر فیصل جانم یک چیز دیگه اضافه کردن، پاریس کوچه. عمومی آدمی سرک بند بود تا دو ایسا قدام ولا سرک بند بود طرفه. حتما به گردی پارک ترقی سر بزنید. یکی از فضاهای دلنشین و زیبای در هرات هست که میتونید از این فضای سبزش لذت ببرید. کسی رفاقتی دیگه یا از روزگار میگیم یا از جوانی میگیم یا بدر از تحصیل میگیم. اگه بگوییم او چقدر خوب میشه کدام از تحصیل گپ بزنه. جالبات میاد اول پولی کالا ما از کابل میخریم. سیر کابل 7 کیلو 7 کیلو خیر ببین 7 کیلو یا 700 کیلو میخواد 700 کیلو 720 840 کیلو. ما تقاضامند هستیم که حداقل یک زحمتی برای خود ما بدیم، از موتر خود از وسیله خود پیاده شیم، برای حفظ حرمت انسانی کنار از این بزرگواران بیاییم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ. هموطنان بسیار خوب و ارجمند، سلام، وقت شما بخیر. در مرکز هوسانه هرات قرار دارید. اینی اسم را خودم گذاشتیم چون در اینجا وقتی بیایی رنگ و رنگ غذاهای وطنی را میتونید پیدا بکنید و از طعمهای شیرینش لذت ببرید. به هر صورت اخیراً در شهر هرات بازسازی و ساخت‌وساز خیلی شده و این جزء زیبایی های هرات است و قرار است که هرات یک شهر گسترده و زیبا بشه. این غرفه هایی که در کناره های سرک های ولایت هرات بود در جای گردی پارک یا در منطقه گردی پارک، اینا عقب نشینی داده شدن که فضای شهری پیاده رو گسترده تر بشه. سوژه امروز ما هم همین است و هم با مردم عزیز هرات گپ میزنیم و هم با دکاندارانی که همینجا غرفه دارن صحبت میکنیم که این تغییرات چقدر تونسته در روند کاروبارشون تاثیر بگذاره و آیا بهتر شده یا نشده. تصاویر ببینین، آذان هم هست، خدمت شما ما برخورد گشتیم. به نام خداوند بزرگ دوباره برگشتیم، در خدمت شما عزیزان هستیم. آذان هم تمام شد و امیدوار هستیم که طاعات عباداتتون مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیره. پس ما که پیشتر خدمت شما عرض کردم، سوژه امروز ما در رابطه با همین غرفه های کنار سرک یا خیابان هست که بیشتر اشارات در این مورد داشتیم. یک بزرگوار در کنار ما هستن، معرفی می‌کنیم و در رابطه با همین تغییرات از ایشان می‌پرسیم. وقت شما بخیر، تشکر از اینکه فرصت دادین. چقدر فکر میکنید که همین تغییراتی که در اینجا آمده قابل قبول است برای شما به عنوان یک شهروند و به زیبایی شهر ما شما افزوده؟ اولی که شهر ما خیلی زیبا شده، دیومی که اینجا ما می آمدیم غرفه بود، موتر استاد میکرد، سرک بخی بند میشد، حال خیلی خوب شده. مثلا تا پیاده رو نفر میشینه ساندویچ بخوره، جوس بخوره، چه تا پیاده رو سرک کنونه. ما اینجا خیلی میامدیم، حال خیلی خوب شده، تغییرات آمده واقعا خیلی بسیار. معمولا ما شما با دوست رفیق اندیوال میایم به چکر گشت و گذار میشیم. دیدگاه از اونها در این رابطه و در رابطه با این تغییرات چی است؟ اونا چی میگن؟ دیدگاه از اونها خیلی خوبه، چرا که شو ما میامدیم سرک بند بود تا دو ایسا قدام ولا سرک بند بود طرفه. حال خیلی خوب شده، سرک کلون شده، چرا که مردم که به تا پیاده رو به تا سرک بودن ولی تا پیاده رو هم میشه نام میتونن ساندویچ بخورن، قصه کنن، وان که تاکه داله تا بله سرک خیلی کلون شده، خیلی بسیار بسیار تشکر از شما. یک جوان عزیز دیگه هم در کنار ما هستن و من ناگزیر وای از اینا هم میگیرم. یک جوان در کنار ما هستن. جوان خسته نباشین، وقت شما بخیر باشه. بخیر، سلامت. قربان شما، تشکر. معمولا چند روز در هفته میایین گردی پارک؟ ما خود که در هرات جای ما شما دقیقاً همین گردی پارک است. یک جای خاص دیگه در داخل شهر نداره. روز یک دفعه ما 100% میایم، هم صبح میایم هم شما هم هستیم گردی پارک. پس هستیم روز یک دفعه میایم. بسیار بسیار.
چقدر از این تغییرات راضی هستین، خوشحال هستین یا که اون بس برنامه میشه یا ترافیک نشدن خوب شده، پیاده رو قانون شده، میتونه مطالب اون جایی که غرفه بود مثل یک موتر است چه سرک هم بند نمیشه، خیلی خوب شده. خیلی ببین راستی اینا موتردار هم هستن با موتر میاین، همین پیشنهادتان و نظرتان برای اون موتردارایی که در گردی پارک ترقی میاین و دبل پارکینگ میکنن چی است؟ این کار دیگه اشتباهی دیگه دارم دبل پارکینگ سرک هم بند میکنه، خود مردم برای از خود اینو اذیت میشن دیگه. تو کس دو پارک کنه سرک هم بند دیگه گیروبار میشه دیگه، ترافیک میشه دیگه. از تغییرات جدید خوب شده برای مردم هم قابل قبول است انشالله و امیدوار هستم دوستانی که در بیرون از هرات هستن و دوست دارن به هرات بیاین حتما به گردی پارک ترقی سر بزنید. یکی از فضاهای دلنشین و زیبای در هرات هست که میتونید از این فضای سبزش لذت ببرید. این تغییرات هم خب ماشاءالله خیلی بهتر ساخته هرات و امیدوار هستم که نقطه هرات و سراسر افغانستان با چنین تغییرات بتونه یک تصویر جدید از افغانستان برای مردم ارائه کنه. تشکر از شما، لطف کردید وقت گذاشتید. روز روزگارتان خوش باشه، براتون خوش بگذره. خانه آباد. بیاین که بریم پس در رابطه با این تغییرات با خود غرفه‌دارا همچنان صحبت بکنیم و بپرسیم که این تغییرات چقدر تونسته در روند کاروبارشون تاثیر بگذاره، آیا بهتر شده یا نشده، قبلا کاروبارشون چگونه بود و فعلا کاروبارشون چگونه هست. میریم حتما پرسان میکنیم. جوانا بلند نشین دیگه، همین جوانایی که فرار کنن چی نظر برشون داره؟ جان شما جور و خیر. باشه که ما شما چند دقیقه میشینیم اتا یک حساب است که می رفیق کمی آمد 6 تا سه رفاقتی دیگه، یا از روزگار میگیم یا از جوانی میگیم یا بدر از تحصیل میگیم. اگه بگوییم او چقدر خوب میشه که آدم از تحصیل گپ بزنه. به هر صورت اسمتون چی است؟ امید جان نازنین. چکرهایتون دیگه معمولا گردی پارک است؟ دیگه معمولا گردی پارک آورده. خیلی ببینید چی خاطرات دارین از گردی پارک؟ به خدا دیگه گردی پارک نظر بگیرید ما خیلی پیشرفت کرده. دلم دیگه پیش به سوی ترقیه. خیلی ببینید معمولا هفته چند روز میایید؟ دیگه بعد از کار افتاری میایم، باز روزای جمعه میاییم. بسیار عالی. کاروبار چی است؟ حالا کار میکنین حداقل نماینده رسمیت ما امتحانات ما دیگه نامش نگیرین دیگه تبلیغ غیر مستقیم نکنین. غیر مستقیم پرسان کردین به یکی از شرکت‌های مخابراتی خیر ببینید به یکی از شرکت‌های مخابراتی مشغول کاروبار است. بسیار عالی. به این روزا یا چند وقتی میشه بین از این پرسان کنیم از اینکه نمایندگی دارین مطمئنا جوابش را دارین دیگه. سیم کارت دادن سخت شده چی گپ است؟ سیم کارت پروسی هست که وقتی که می سیم کارت هایی که مثال به اسم نفر نی ریجستریشن میگم ما وقتی که به اسم نفر اینو بشه تکمیل بشه بعد از سیم کارت ها ان شاء الله میتونه انوار میاد. فعلا سیم کارت نیه بازار به خاطر از اینکه تا می سیم کارت که به اسم نفر نه به اسم خود اینا رجستر کنه سیم کارت ان شاء الله میاد. خیلی این پروسه تذکره کاغذی و تذکره الکترونیک چرا ایجاد شده؟ دلیلش تذکره الکترونیکی که هست دیگه نسبت تذکره قدیمی کاغذی که هست اونا ولی پیشرفته‌تر بایومتریک اینا تذکره قدیمی که بایومتریک نبود تقلب زیاد میشد اینا که هست دیگه با تقلب نمیشه. خیلی ببینین خانه آباد و چند نفر امروز اومده بودین اینجا؟ امروز دیگه خودی 23 نفر اومد. 3 نفر. همون خاطر 3 تا آبنای شکر هم سفارش داده. زنده باشید. تو کدام خاطر اگر که یک چیز شیرینه از زمین رفاقت‌ها از زمین اندیوالی‌ها نداره؟ دیگه بولم همین آدم که رفاقت کرد هست دیگه متوجه از این نیه فعلا. خب همین انسان که رفاقت کرد شیرای رفاقتی که یاد داره 100%. فعلا از این هیچ. برادر یک ذره بادام چهارمغز چیز میزه به رفیق خود بتن او زیر ذهن بیشتر شود. صحیح است؟ تشکر امید جان. لطف کردید. خوش بگذره. موفق باشین، آرام باشین. سلامت باشین. قربان شما. خب میریم غرفه دارین دیگه؟ چرخ دارین؟ و چرخ یا غرفه کلش یک کار میکنه. مقصد همون لقمه روزی رو پیدا میکنه که یک مسلمان نوش جان کنه. خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ روزگار بیخی بخیر تر میشه؟ خدا را شکر. همین هوای گرم معمولا باید نوشیدنی باشه که باشه. بله ها. باز اگر او نی شکر باشه خود چی بهتر؟ بله. ببین که ما شما کمی طرف سوچیم
که همین چرخ شما بیاید باز یک دفعه از ما گله نکنین که در چرخ ما نهوده. خب چطور از کاروبار نیشکر؟ خدا را شکر. روزگار میچرخونه؟ خدا را شکر. بله. گلاسایش هم روزانه حساب میکنین یا نمیکنین؟ او حساب نمیشه دیگه. بله. کیلویی پس حتما حساب میکنین یا نه او هم آخر واقع؟ نیشکر از جلال‌آباد میاد. کلی کابل ما از کابل میخریم. سیر کابل 7 کیلو. 7 کیلو خیر ببینید. 7 کیلو یا 700 کیلو میخواد 700 کیلو 720 840 کیلو. نیشکر خیلی فایده خود در اصل واقعیت داره. بله. چیز طبیعی است. ما قبلا باورم نمیشد، اما زمان طفل خودم از دردی گرفت و دکتر بردم 3 روزه بود 20 روزه از زیر تداوی میگیریم و شکر دادیم در 24 ساعت یلقی زردی از صورت ازی پاک کرد. با زردی 100% من موافق هستم. یک دوم با گرده دردی این خودم جانم با 20 سال یخ میشه و یخ میخورم چقدر منگ داره. 100% روز تا بگاه سر پای استادم هستم. از سمت شمال ما مستی و از نظر ولایت کپیسا هستم. بله آقا میگم که از سمت شمال ما مقصد بود من لهجه یک ذره زود میشناسم از کپیسا هستین. خب چند وقت هرات اومده؟ تقریبا 2 سال بیشتر میشه. 2 سال. بله بیشتر میشه. از سوژی اصلی خارج نشیم. صحبت و قصه ها خیلی زیاد است که از بحث اصلی خود خارج نشیم. بله همین چرخا و اینمی بساطا و غرفه ها همین طرف بودن. بله یادتان که از دیگه شما؟ بله چند وقت میشه آمدن پشت سر؟ بله. چقدر به نظرتان خوب شده یا بد شده؟ چقدر برای ما برای مردم سهولت ایجاد شده و چقدر برای شما سهولت شده؟ این خود برای ما سهولتشی که حالا ابر غرفه گرفتیم خلاص شده دیگه. از همونجا که شما را آوردن دورتر بله این طرف آوردن این براتون خوب شد یا نشد؟ خوب شد. یک ذره بازار ما دیگه سست‌تر شد. سست شد مثالش. ولی آقای قنای شکر از در نیست میزدیم ما میگیم حالا دیگه حالا یک روز هم دیگه یک چیز است که فاصله زیاد نیست تصویر داشته باشین محمدی صاحب. بله حدود تقریبا 5 متر یا چیز بیشتر فاصله نداره. اینا اگر مشتری باشه همین طرف هم سمت شما میآید. اکثر یا از موتر پایین نمیشه و خودتون بیتر نازدان از دیگه خیر ببینید از موتر پایین نمیشه. خب همون نازدانا چی میگین؟ با اون نازدانا دیگه چی بگیم خدا از موتر پایین شد این حداقل اگه پایین هم نشد اون حساب کنه بگه بیارک ما میبریم ما در خدمت ما وظیفه انجام میدیم. خیر ببینید کاروبارتون برکت خدا نبیارن زندگیتون پر نور و پر برکت باشه. خیر ببینید زحمت کشیدین. نگفتم نمونه که این عزیزانی که در کنار جاده ها و خیابانا کار میکنن همگی به خاطر پیدا کردن لقمه روزی حلال تلاش میکنن، اما ما هم به عنوان مشتریان و به عنوان کسانی که میایم از اینا خرید میکنیم ما تقاضامند هستیم که حداقل یک زحمتی برای خودمون بدیم، از موتر خود از وسیله خود پیاده شیم، برای حفظ حرمت انسانی کنار از این بزرگواران بیاییم و خود ما همون نوشیدنی و خوردنی که بر ما تهیه میکنن را از پیششان دریافت بکنیم. همین طرف سرک و هم او طرف سرک هر دو طرف تغییرات آمده. چند تا یک تصویر ببینین. در ادامه باز ما از دو طرف سرک خدمت شما هستیم که در رابطه با مو غذاهایی هم که هست صحبت ادامه برنامه است. در خدمت شما برگشتیم از کانال یوتیوب هرات پامیر. نگفتن همونه که هرات پامیر تلاش بر این داره که زیبایی های شهر هرات را به شما نمایان کنه. شما هم اگر از گردی پارک ترقی خاطره دارین حتما با ما شریک بسازید. خب تقریبا آرام میرسیم به ختم برنامه و گفته بودم تعهد کرده بودم که از این قسمت هم میاییم و در رابطه به همین تغییرات جدیدی که اینجا آمده حتما میپرسیم. پس بین که با هم بریم سعی کنین چقدر قشنگ شده همین یخچال، گذاشتن همین یخچال در این فضا، چیدن همین میوه ها، هر چی سلیقه کار داره. نه همین سلیقه هم که در کاروبار نبود هیچ گپ نیست. جان شما جان خواهش میکنیم بیاین پایین‌تر کمک برای شما گپ بزنیم. چی حال داره؟ الحمدلله جان شما جور است؟ صحتتون خوب است؟ ماشاءالله. اینا تو سلیقه در کار
هم عشق به کار نشان میده، هم عزت به مشتری رو نشان میده. اسم مبارکتون چی است؟ فیصل. حاجی صاحب فیصل جان نازنین. اولا خب این در رابطه به این تغییراتی که اتفاق افتاد که شما از اون طرف آمدین به اینی طرف، این چقدر کار خوب و مناسب شد به نظر شما؟ چقدر برای شما تغییرات ایجاد کرده در کارآمدتان و چقدر در فضای شهری تغییر آمده؟ مردم بزرگوار ما و شما در کل افغانستان یک هستن، خصوصیات چیزی است که شایسته بهترین ها هستن. هر چی که باشه باید شرایط روز به روز بهتر باشه، باید برشان روز به روز یک محیط بهتری مهیا شه. خودشان میفهمند در نزاکت یک چیز خوب شد، مردم هم اذیت میگه چیز بهتر شد. لازم نظم شهری خیلی خیلی خوب شده. لازم اینکه مردم مشتری کسی دوست داره که آشنا کنه از بیرون میاید، خیلی محیط خوب شده. از دید خود مشخصه هم دید مردم اینمی مهم است. اینمی مهم است وقتی صاحب یک کار میآید نظر میده که برادر اینمی تغییرات در شهر هم بر ما خوب شد و هم برای شهروندان خوب شد، هم برای تصویر و زیبایی شهر خوب شد. این یک دنیا میارزه، چون در کنار کار اما بحث حب الوطن هم هست دیگه. هر قدر که وطن ما زیباتر باشه ما بیشتر لذت میبریم و روز انشالله برسه که ما جز از زیباترین کشورهای دنیا هستیم، ولی این تغییرات محیطی هم ایجاد بشه که ما را در دنیا نمونه بسازه. حاجی صاحب فیصل نازنین، از کاروبار کم بر ما بگوین چطور است وضعیت؟ الحمدلله روزگار فعلا خود زیران خود شما میبینیم محیط خیلی خوب شده، یک نوآوری جدید شده. این ما به نام پاریس کوچک میگیم، خیلی محیط خوب شده. تا ساعت‌های 2 بجه 3 بجه مردم به شکل که روزانه میاین به این حالت هست شد تا نرمال و این مردم خوب تکنیک برابر شده. مایا فعلا شرایط روزگار مردم خوب باشه، چیزشان خوب داشته باشه شد تا خیلی خوب است. هزار باشه الهی شکر الهی شکر میگذره روزگار الحمدلله. یک چیز دیگه، ما گرده پارک ترقی را به اسم مرکز هوسانه هرات نام گذاشته بودم. اینا راجی صاحب فیصل جان هم یک چیز دیگه اضافه کردن، پاریس کوچک. پس اینی دو تا نام را به یاد داشته باشید. باز از شما تقاضا میکنم در بیرون افغانستان، در داخل افغانستان، ولایت های دیگه اگر دوست دارین و شهر زیبا و باستانی هرات تشریف بیارین، از این منطقه حتما دیدن بکنید. حاجی صاحب اینطور برای شما فرصت و اجازه داده شده همون رقم که چوکی اینجا گذاشته شکی وجود نداره. محمدی صاحب یک تصویر سمت چوکی ها و اینام برو چوکی ها گذاشته شده، پس اجازه از این برای شما داده شده که از این فضا استفاده کنید. چی فکر میکنین که چقدر در ذهنتون میرسه که اگر شما در کنار دولت، حالا اون مسئولیت های کلان باشه مربوط به خود دولت که ما به او کاری نداریم، در همین چیزای خود دریزه در زیبایی و نظافت اینجا چقدر شما میخواین تلاش بکنین و چقدر دوست دارین که مردم تلاش بکنن؟ چیزی که ایوان سیاجت بدیم ببینیم که این چیزی است که از این شخصی مانه گمشاندن از این نالشانی و به محیط هر چه رسیدگی کنیم. شکل خانه مانه ما عمومی در کل حساب میکنیم کس اگر به محیط خانه چیزی روادار بود بعد به شهروند خوب دوست خود چیزی روادار باشه. ان شاء الله که تلاش مردم باشه برای نزاکتن یک چیزی است که محیط کاری و چی خانه باشه و هر جا که باشه و خود منفعت به خود اینا بیشتر میرسونه. لازم میگید هم خود شامل کنیم محیط زیست به منفعت مردم باشه به خودشون. لازم هم مردم یک چیزی است یک چیزی سرسبزی، یک چیزی نوآوری، یک محیط خوب ببینن، یک کمک فکر کنم لازم خوب باشه. بیشتر تنوعی هست. خوب شکر فضل خدا مردم مال فعلا خو همکاری میکنن، همراه دولت همکاری میکنن. چیز خوبی بود که قبلا باز خود شما می‌فهمید نزاکتن چیزی بود داخل سرک بود چرخا کلا جای مردم اذیت کردن. ما مجبوریم به رفاه و آسایش مردم تلاش کنیم نه که به خاطر خود منفعت خود ببینیم، 4 تا مشتری ببینیم دیگه کسی نیک و کسی باشه. ما کوشش میکنیم که هم شهروند و هم دولت از ما راضی باشه، چیزی باشه منفعت به خود هم داشته باشیم، دولت خیر ببینید خیر ببینید. این حسی که وجود داشته باشه به خاطر وطن، به خاطر مردم یک دنیا ارزش داره. نگفتن ما بر اساس حدیث پیامبر گرامی ما صلی الله علیه و سلم میگه چیزی که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند. یعنی محیط خانه اگر دوست داری تمیز باشه، همین هم خانه عمومی تمام مردم زیبای افغانستان هست. ان شاء الله. بسیار عالی. بسیار تشکر جناب حاجی صاحب از اینکه وقت گذاشتید. خیلی بسیار تشکر. روز باشه. خیلی ببینید. قربان شما. قربان تشکر. بخیر عافیت باشید. خدا نگهدار. خب. خب امروز حاجی صاحب فیصل جان صحبت کردیم. نظر ما گرفتیم. دیگه هم دوستا هستن. از کرایه های از اینجا ماند است پیش ما. مزاحم صحبت شما خونسته. باید برای شما صحبت. باز بیاین که ما شما کم گپ بزنیم دیگه اگر کار ندارید.
خوب هستین؟ جان شما جو نوش جان بینه اونا رو بگذارین جان بخیر لذت آمدن در گردی پارک ترقی به این کمی طرفتر کفتگوری شما نخواهید لذت آمدن در گردی پارک ترقی همین است که یا جوس به دستت باشه یا یک خوراکی به دستت باشه جایش از دیگه ها دیگه جای بسیار عالی نامتان چیست اسم من سعید حسین جان بله کاروبار چیست کاروبار نلوانی گازکشی ساختمان همین کارهای ساختمانی یک مرحله خواب هم داره دیگه حال در مرحله خوابش هستین یا بیداریش ما امروز کار نسبه کردیم نسبت کردیم یعنی کاروبار هست شکر خوبه بد نیه ما امروز نسبه روزه کردیم بخاطر از اینکه یک جنازه برای برخورده بود خدا ان مغفرت جنازه بودیم از اینجا باز اومدیم گفتین یک جویس خدا ان بیامرز معمولا بعد از حادثات تلخ نیاز است آدم خودی ریفرش کنه حالا با هر طریقی که ممکن است همون طریقه های مشروع رو میگم که یک وقت بس برداشت دیگه هشت جناب دوستان بس فیصل جان چطور از گرده پارک ترقی این تغییرات آمد غرفه های طرف آمد چقدر خوب است گرده پارک ترقی خوبی وی شد که اول برای ترافیک برای برادران ترافیک خیلی خوب شد بله شب که اینجا می آمدن من یک شب خود می آمدم 1.5 ساعت به ترافیک بودم عالی میگیریم که یک نفر مشکل داره یک نفر مریض داره ما به شفاخانه برسونه هر زمان شما برای مشکل میخوره خوبی وی شد که اینا فاصله دادن از سرک دور شد حادثات ترافیکی هم کم میشه بسیار از شما به عنوان یک شهروند در حیات از این تغییرات راضی خیلی راضی الهی شکر قربان شما زنده باشین در قربان شما خوش آرام باشین موفق باشین خدا نگهدار خب عزیزان بیننده همراه دوستا صحبت کرده دو تا یک تصویر دیگه هم باز می‌بینیم در آخر و به عنوان آخرین صحبت اما یک نفر پیدا بکنیم در رابطه با کرایه ها اینجا برای ما بگوید کوتاه در حد یک یا دو دقیقه بعد از شما باز خداحافظی میگیریم و شما رو به خدا میسپاریم این تغییرات چقدر مزه میده نمیده جور هستیم صحتتان خوب است خیریت از دکاندار هستین یا برای چای خوردن آمده نه از دکاندار هستین خیر بین همه با هم هستین خسته نباشه همین محیط تمیز پاک با خدا آدم مزه میده اما تو راسته تمیزی باشه پاکی باشه چقدر آدم لذت ببره خب ما گفتیم که این برنامه خود از شما خلاص کنیم بله کوتاه در رابطه به همین کرایه های اینجا بر ما بگوین و این تغییرات که آمده از لب سرک آمدیم به این طرف در این رابطه بگوین چقدر خوب شد در کاروبارتان و چقدر فضای شهر تغییر کرد بله خدای پاک شده چهار دیوار اینجا روز اول که بیامده بودیم شاید بیامده باشه لماش بیامده خدای روز که اینا رفتن پاک شده کسمی خدای خود همین مسلمان ها که تیر میشه میگن خوب شد که اینا برفتن از این فضا لذت میبرن بله کرایه های اینجا چند است کرایه نه حساب میشه فعلا خونه باز خوب میشه بله امید به خدا همین شهر اونجور شود پاک شود بله کشور آباد شود همین هم برای تفاوت میکنه باستمونه خیلی خدا شکر کم کفایت میکنه و روزگار میچلانه تشکر شما زحمت کشید سپاس از حضور شما خوبان ناظرینان که بیننده برنامه ما از هرات امیر بوده تشکر میکنم و امیدوار هستم که فضای افغانستان به اون زیبایی برسه که تک تک مردم دنیا برای دیدنش از سراسر جهان بیاید و ما فرصت ویزا صادر کردن هم نداشته باشیم یا هم